خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان از جلوگیری شدن کوشش قاچاق 6 تن انگشت به تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات مرزبانی قرقیزستان روز 7 ماه سال 2023 مرزبانان واحد سرحدی بادکن در موضع اوچکوچا یک ماشین طبقه مرسدس بنز سپرینتر را به مشاهده گرفتند که به طرف تاجیکستان میرفت. مرزبانان قرقیز از پس این ماشین پاییده بعد چند راننده شهروند قرقیزستان سال تولدش 1996 را در خط مرز در موضع مزار هنگام به یک ماشین در طرف تاجیکستان ایستاده بار کردن 150 خلطه یا 6 تن انگشت دستگیر کردند. موضع مزار در قلمرو جماعت چورکو در کنار شهر اسفرای تاجیکستان جایگیر شده است. خدمات مطبوعات اداره مرزبانی قرقیزستان گفت در پی تهیه سندهای مربوطه راننده دستگیر شده را همراه ماشین و 6 تن انگشت برای ادامه تحقیق این قضیه به مقامات صلاحیت‌دار قرقیزستان سپردند. انگشت قرقیزستان سالهای پیش در تاجیکستان خریدار زیاد داشت ولی بعد بد شدن مناسبت‌های بین دو کشور آوردنش منع شده است. یادآور می‌شویم قرقیزستان مرزش با تاجیکستان را از 20 ماه سال 2021 بلافاصله بعد از اتخاذهای خونین در مرز دو کشور برای روی ساکنان ماشین‌ها بست و انتقال محصولات نیز بین دو کشور اینک 2 سال باز رسما منع شده است.